یکی از ویژگی‌های آدمای اصیل اینه که آدمای اصلی زندگیشون رو فراموش نمی‌کنن. یعنی تو اگه میخوای ببینی که این آدم اصیله یا فیکه، اورجیناله یا قلابیه، ببین با آدمای اصلی زندگیش چیکار میکنه. این که آدما با اصلی ترین آدمای زندگیشون چه کاری انجام میدن، چه جوری رفتار میکنن، میزان اصالتشون رو نشون میده. هر چقدر آدم قلابی تر دنبال آدمای جدید میدونن. یکی از ویژگی های آدمای اصیل اینه که میتونن با تو صمیمیت ایجاد بکنن، میتونن به تو امنیت بدن. آدمای قلابی فیکن، همه چیشون ظاهری و سطحیه، لبخنداشون هم مصنوعیه. نقابشون که برداشته بشه بیشتر از همیشه نیت و نقشه هاشون معلوم میشه. اونها به آدما به عنوان آدم نگاه نمیکنن. آدمای فیک آدم ها رو ابزار رسیدن